بیایید از ساسانیان، از دولت ساسانی که بر قسمی از خراسان یا آسیای میانه کنونی حکمرانی میکرد سر کنیم. بله. دولت ساسانی بعد از دولت اشکانی بنیاد یافت و ساسانیان فرزندان موبدان بودند که آن بالاترین رتبه در دین زردشتی در نزد روحانیان زردشتی بود و اردشیر اولین امیر یا حاکم ساسانی از خاندان موبدان دولت را تأسیس داد. بر اساس چی؟ بر اساس غایه پیوستن دین به دولت. پس وقتی اردشیر شاه شد و یکی از اولین کارهایی که به آن فرمان داد جمع‌آوری کتاب آنها بود که اوستا نام داشت. اوستا کتاب مقدس زردشتی است. نامش اوستا؟ اوستا. پس او یکی از موبدان به نام تنسر را مسئول تعیین کرد و او 21 جزء اوستا را جمع کرد و او آن را به این شکل جمع آوری کرد. تنسر سختگیر بود اما نسبت به دینهای دیگر مدارا میکرد. بعد از تقریباً 100 سال یا بیشتر بعد او نبیره‌اش بهرام دوم آمد. بهرام دوم زردشتی خیلی متعصب بود و در دربار او می توانیم بگوییم موبدی بزرگ با نام کارتیر بود. سنگ نوشته های کارتیر در ایران در جای با نام کعبه زردشت موجودند. در آنجا چیزی به شکل مکعب است که در آن چیزهای بر دیوارها کنده‌کاری شدند، تاریخ‌ها و کارهایی که انجام دادند و غیره. کارتیر در گوش بهرام دوم این زمزمه را می‌خواند تا زردشتیت را دین رسمی دولت اعلان کند. پیش از این گرچنده که آنها فرزندان موبد بودند، اردشیر و بعد از او شاپور و بعد از او بهرام و غیره زردشتی را دین رسمی اعلان نکرده بودند. بله. بهرام دوم آن را رسما اعلان کرد و آنها بر ضد هر کسی که زردشتی نبود جنگ اعلان کردند. آنها با یهودیان، با نصرانیان، بله، و مانویان، چنانه که شما می‌دانید. مانویان، بله. مانویان که آمیخته از نصرانیت، یهودیت و زردشتی بود. بله. و آنها را با هم آمیخته کرده دینی نو ساخته بود. پس آنها با غیر زردشتیان جنگ می‌کردند. از کارهایی که کارتیر انجام داد، کشتن مانی بود. او مانی را کشت. با این بهانه که تو بدعت در دین زردشتی آوردی و زردشتیت را با دین‌های دیگر آمیخته کردی و او را بکشت. به این شکل آنها حکمران بودند و آنها به همین منوال حکم را تا زمان اسلام ادامه دادند و همه آنها خود را حامیان دین زردشتی می‌دانستند و هرگاه شهر یا دهه یا کشور را فتح می‌کردند در آنجا آتشکده می‌ساختند. این وظیفه آنها بود.